ضمن عرض سلام خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون کمال. دور جدید مذاکرات رژیم ایران با دولت‌های 5+1 خصوصا دولت امریکا روز یکشنبه 24 ماه نوامبر در ژنو با تصویب یک توافقنامه 6 ماهه به پایان رسید. ما در برنامه این هفته چشمانداز زمین‌ها و فاکتورهای دخیل و همچنین پیامدهای این مسئله و نتایج این مذاکرات را با حضور رفیق صلاح مازوجی، دبیر کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنم. رفیق صلاح، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در استودیوی تلویزیون کمال حضور یافتید. منم از شما تشکر می‌کنم و سلام دارم به حضور بینندگان این برنامه. خیلی ممنون. رفیق صلاح، همونطور که اشاره کردم دور اخیر مذاکرات رژیم با دولت‌های غربی خصوصا دولت آمریکا در ژنو به پایان رسید و توافقنامه‌ای که به هر حال بندهای مختلف اون در اسان عمومی و در رسانه‌ها پخش شده به هر حال نتیجه این مذاکرات بود و همه در جریانش هستند. سوال اول ما در زمینه این توافقنامه و این مذاکرات اخیر اینه که کدوم شرایط سیاسی، اقتصادی و کدوم فاکتورهای داخلی و منطقه‌ای خصوصا رژیم ایران رو به این واداشت که هم دولت‌های غربی و هم امریکا به خاطر شرایطی در کل منطقه هست در موقعیتی قرار بگیرن که بعد از سالها مذاکره، حداقل بعد از یک دهه که این مذاکرات در تنگناهای مختلف قرار می‌گرفت، به یک توافق چند ماده‌ای هر چند محدود به هر حال برسن و نتیجه‌اش رو به جامعه اعلام بکنن. در این مورد زیاد صحبت شده. واقعیت اینه که تازه‌ای که به ایران برمیگرده همه خبر داریم که اقتصاد ایران تحت تاثیر بحرانی که درش قرار گرفته بود سالهاست که رشته‌های مختلف تولیدی را به رکود کشیده و تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و اینکه این مراکز زیر ظرفیت خودشون کار کنن مدت هاست که به یک روال عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده و اینا. بعد از این تحت تاثیر این وضعیت بیکارسازی های گسترده، افزایش خیلی میلیونی بیکاران، تورم سرسام‌آور، سقوط ارزش ریال اینا به حد غیر قابل تحملی رسیده بود در اقتصاد ایران. حالا تحت تاثیر این وضعیت و بر متن این وضعیت این خود تحریم های اقتصادی هم کلا اقتصاد ایران رو در معرض فروپاشی و ورشکستگی کامل قرار داد. خصوصا که ما میبینیم در ایران بسیاری از رشته‌های تولیدی و حتی بخش زیادی از احتیاجات و نیازهای روزمره مردم به تجارت خارجی و به واردات خارجی وابستگی داره و اینا و این باعث شده بود که مردم روزانه یعنی آثار و عواقب این تحریم ها و شدت گرفتن این تحریم ها رو بر زندگی خودشون احساس کنن. از طرف دیگه میبینیم خود اصلا سر پا نگاه داشتن این دستگاه عریض و طویل بروکراسی دولتی، سر پا نگاه داشتن دستگاه های سرکوب و نمیدونم یک کلا همه این ارتش و سپاه و اینا اساساً به درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران وابستگی داشتن که خود این تحریم های اقتصادی خود تأمین بودجه اینها را هم با مشکل روبرو کرده بود. یعنی خود دولت هم با یک بحران کمبود بودجه روبرو بود که خود دولت رو در معرض خطر ورشکستگی قرار داده بود. اینا همه فاکتورهایی هستند که خب خیلی تأثیر داشت در این که رژیم جمهوری اسلامی بیاد و این روی کرد و در پیش بگیره و اینا. چون ما میدیم که یک دوره جمهوری اسلامی سعی کرد به نوعی با خودفریبی جلوی اینو بگیره، جلوی این تحریم ها رو بگیره و از آثار و عوارض این تحریم ها کاسته بشه اینا. اومد گفت این تحریم ها کاغذ پاره‌ای بیش نیستن. بعداً اومد بعضی از سران رژیم گفتن این تحریم ها اصلا نعمته، ایران رو به خودکفایی میرسونه اینا. بعداً اومدن تهدید کردن، گفتن ما اگه این تحریم ها ادامه داشته باشه و اینا تنگه هرمز رو میبندیم.
بعداً تهدید کردن، گفتن با بستن تنگه هرمز بر روی این کشتی هایی که حامل نفتن و اینا کلا اروپا را با بحران کمبود انرژی مواجه میکنیم. بعداً تهدید کردن، گفتن صادرات نفتی رو قطع میکنیم تا قیمت نفت در بازارهای بین المللی بالا بره و عوارض این بحران بر سر خودشون خراب بشه. تلاش کردن که از طریق دولت‌های به اصطلاح غیر متحد تحریم ها را دور بزن. همه اینها در واقع با شکست مواجه شد. همه اینها پوز از آب در اومد و نهایتاً رژیم جمهوری اسلامی در حال وادار شد که تحت این فشارها که قرار داشت وادار شد که در حال این سیاست سازش رو در پیش بگیره و اینا. چون عملا یعنی به طور اون مکانیزم های مقابله با این تحریم ها را نداشت. یعنی این اهرم فشاری که بتونه با اتکا این تحریم ها را خنثی کنه در اختیار نداشت. مثلا خودش اطلاع داشت که عراق دوباره مثلا به جرگه کشورهای صادر کننده نفت بازگشت که روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت صادر میکنه. عربستان تولیدات نفتیشو بالا برد تا رژیم نتونه از این اهرم فشار نمیدونم صادرات نفتی برای خنثی کردن تحریم ها بیاد استفاده کنه و اینا. نتونه از طریق کشورهای غیر متحد این تحریم ها را دور بزنه و اینا. و تحت این شرایط خب هر روز اوضاع وخیم‌تر میشد و کلا امکان یک خیزش توده‌ای و یک طغیان توده‌ای علیه این وضعیت و فقر و فلاکتی که به مردم تحمیل شده بود، این به یک خطر واقعی بر سر رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شد. یعنی جمهوری اسلامی احساس کرد که اگه یه روز یعنی قرار بود با پافشاری بر برنامه‌های هسته‌ای و دسترسی به سلاح اتمی بتونه موقعیت برتری رو در منطقه خاورمیانه کسب کنه و از این طریق بقای خودش رو تضمین کنه، دیگه کم کم متوجه شد عملاً پافشاری بر این پروژه داره به خطری تبدیل میشه که کل بقای رژیم رو تهدید میکنه و اینا. از این زاویه بود که رژیم در واقع برای بقای خودش فکر میکرد اگه وارد این پروسه سازش با غرب به ویژه امریکا بشه، فرصت دیگه بیشتری و خریداری میکنه برای مقابله با بحران هایی که باش روبروست. از طرف دیگه تازه هم که به امریکا برمیگرده، ما میدونیم با سر کار آمدن دولت اوباما اونا رسما براندازی رژیم جمهوری اسلامی را از دستور کار خودشون خارج کردن و این سعی کردن با فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی و برای اینکه از این طریق هرچند مسئله محدود کردن پروژه هسته رژیم در واقع به عنوان یک محمل انتخاب کردن اینا، ولی هدفشون این بود که با این فشارها بتونن جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیفتری در منطقه قرار بدن، بتونن جمهوری اسلامی را وادار کنن که گام به گام در اون کانونهای بحران در خاورمیانه عقب بنشینه و اونو وادار کنن که در نظم منطقه‌ای مورد نظر امریکا در خاورمیانه به سهم کمتری بیاد قناعت کنه. و این سیاست‌ها خب در عین حال داشت بر متن بحران سرمایه‌داری پیش می‌رفت که این بحران از سال 2008 شروع شده، همچنان ادامه داره. تحت تأثیر این بحران همه قدرت‌های امپریالیستی در فکر اینن که دوباره یک تجدید تقسیمی در مناطق نفوذشون ایجاد بشه. همه برای تخفیف بحرانی که باش در جیرن به گسترش مناطق نفوذشون نیاز دارن، نیاز مبرم دارن و همینم خب تأثیر داشت که بیان یک سیاست فعالتری در مقابله با جمهوری اسلامی و برای فشار به جمهوری اسلامی در پیش گیرن. حربه تشدید تحریم‌های اقتصادی در واقع این کارو کرد که از این طریق بتونن جمهوری اسلامی را به زانو در بیارن، جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بدن که بیاد سیاستاش رو در منطقه با استراتژی امریکا تطبیق ده. یعنی همه دولت‌های اروپایی به این نیاز داشتن. شما حساب کن در دل این بحرانی که باش در جیرن، تا قبل از تشدید این بحران‌ها ایران مراودات تجاری گسترده‌ای با آلمان داشت
با ایتالیا داشت و اینا. خب در دل این باران اونها هم احتیاج دارن که مرادات خودشون رو با یک کشور با 75 میلیون جمعیت رو از سر بگیرن و این کمک میکنه به تخفیف بحرانشون. یا مثلا خود فرانسه احتیاج داره به اینکه بیاد با ایران وارد این مرادات بشه. یعنی اونها هم در واقع تحت نیازهایی که در این دوره داشتن نقش داشتن در این که این پروسه را سرعت بدن. بله. جان کری وزیر امور خارجه دولت امریکا در تفسیر این قرارداد در سخنرانی اذعان کرده که در اثر این توافق مهمترین بخش‌های برنامه هسته‌ای رژیم رو متوقف کردن و به تأسیسات کلیدی ایران دسترسی پیدا کردن. همونطور که می‌دونیم خیلی وقتا راجع به این که بتونن از بخش عمده‌ای از تأسیسات هسته‌ای رژیم بازدید بکنن ممانعتایی بوده. اینا رو به عنوان یک دستاورد در خصوص این مسئله بیان کرده. سوال اینه که فکر نمی‌کنید که خود رژیم ایران در مقابل فشار آمریکا و دولت‌های غربی وارد به یک شکست و یک عقب نشینی بزرگ شده؟ هرچند شما در مسابقه قبلی بارها بر این مسئله تأکید کردید، ولی می‌خوام که در اینجا این توضیح رو بدین که این مهر تأییدی باشه بر سخنان قبلی. در این که جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای ژنویه شکستی را متحمل شده تردیدی نیست. چون درسته سران جمهوری اسلامی ادعا میکنن که ما حق غنی سازی را به دست آوردیم و اینا، ولی همه مردم میدونن که جمهوری اسلامی منظورش قبلا از حق به دست آوردن حق غنی سازی 3.5 تا 5% نبود. رژیم میخواست حق غنی سازی تا 25% داشته باشه. حالا اینا نه تنها این حق ازش سلب کردن، بلکه تا این توافقاتی که صورت گرفته ایران مجبور اون در واقع همه اون اورانیوم غنی شده 5 تا 20% رو خنثی کنه. و این خیلی روشنه که جمهوری اسلامی در واقع عقب نشسته از اون اهدافی که تعقیب میکرد در همین پروژه های هسته‌ای و جلب تکنولوژی هسته‌ای. یا از طرف دیگه میبینیم بر اساس این توافقات جمهوری اسلامی مجبوره مثلا بیاد در واقع نصف اون سانتریفوژ هایی که در تأسیسات نتنز و اینا به کار گرفته بود و خنثی کنه، یا 3/4 همین سانتریفوژ ها را در بیاد تأسیسات فردو بیاد فعالیتاشون رو معلق کنه و اینا. اینها خب نشون میده، یا همون کار تحقیقاتی که در تأسیسات عراق داشت انجام میداد، اینها رو باید به حالت تعلیق در بیاره و اینا. این روشنه که همه این توافقاتی که شده همه اینا برای جمهوری اسلامی یک عقب نشینی از همون پروژه ها و بلند پروازی هایی که در این زمینه داشت و در واقع تبلیغش میکرد و اینا. از طرف دیگه ما میدونیم یعنی جمهوری اسلامی 25 سال داره تو این زمینه سرمایه گذاری میکنه و اینا. مثلا اولین قراردادش با دولت روسیه حدوداً 17 سال پیش بود، در سال فکر کنم 1995 بود که 800 میلیون یک قرارداد 800 میلیون دلاری با دولت روسیه امضا کردن برای انداختن راکتورهای اتمی در بوشه. این ابتدای کارش بود و بعداً جمهوری اسلامی استفاده کرد از اون شرایطی که بعد از پایان جنگ سرد پیش اومده بود و صدها کارشناس روسی و ایمان استخدام کرد تا بیان در این پروژه ها کار کنند. مسئله دستیابی به اورانیوم 3.5% در واقع اون مقطع بحثش بود که جمهوری اسلامی تونسته از طریق باندهای مافیایی اورانیوم غنی شده را وارد کنه در این حد. و جدا از این جمهوری اسلامی هر ساله 2 تا 3 میلیارد دلار رو هزینه نگهداری و پیشبرد این پروژه ها کرده. خب حالا که مجبور از این دست برداره، نه همیش خب یک عقب نشینی برای جمهوری اسلامی یعنی اگه بیاییم هزینه تحریم ها را هم حساب کنیم، تحریم ها که به دلیل پیشبرد این پروژه ها به جمهوری اسلامی و به اقتصاد ایران اینا تحمیل شده، به مردم ایران تحمیل شده، یعنی سر به صدها میلیارد دلار میزنه. شما حساب کن این تحریم هایی که به صنایع نفت و پتروشیمی اومد تحمیل شد، اصلا کل صادرات این دو
بخش این رشته صنعتی را کاملا فروکش داد طی سالهای اخیر. یا مثلا تحریم های دیگری که به اقتصاد ایران تحمیل شد، یعنی وقتی تحت تاثیر این تحریم ها دیگه ایران نتونست وارد مراودات اقتصادی با کشورهای اروپایی بشه و اینا، مجبور شد از طریق دلال ها دست چندم بیاد این اجناس با قیمت های گرونتری بیاد وارد کنه و هزینه همه اینها میافتاد رو دوش مردم کارگران و مردم زحمتکش ایران. یا مثلا اینکه خود صادرات نفتش به کشورهای اروپایی و به خیلی از کشورهای دیگه افت کرد و اینا، اما خب اینها همه اینها تاثیرات مستقیمی داشت و همه اینها رو باید به این هزینه هایی که جمهوری اسلامی متحمل شده، اقتصاد ایران طی چندین سال گذشته متحمل شده، باید اضافه کرد. حالا جمهوری اسلامی با این همه سرمایه گذاری و هزینه هایی که به مردم ایران تحمیل کرده، حالا مجبور از این پروژه ها دست بکشه و اینا. این درسته برای مردم ایران یک دستاوردیه، ولی خب برای جمهوری اسلامی به طور قطع یک شکست به حساب میاد. بله رفیق سلام، همونطور که شما اشاره کردین این شکست رو رژیم میخواد در لفافه پیروزی به مردم تحمیق بکنه. به راستی از بسیاری از رسانه‌های رژیم در مصاحبه‌های مختلف، در حمایت‌های مختلف که دولتمردان رژیم از تیم مذاکره کننده کردن، این رو به عنوان دستاوردی و به عنوان پیروزی برای جامعه ایران به هر حال حتی به عنوان یک پیروزی بزرگ قلمداد کردن. ولی سوال من در اینجا اینه که نقش سپاه پاسداران مثل صحنه‌گردان اصلی سیاست و وضعیت عمومی در جامعه ایران و شخص خامنه‌ای در این سازش چی بوده و چه دلایلی داشت که سپاه پاسداران و شخص خامنه‌ای در رابطه با این مسئله سیاست نرمش قهرمانان رو مطرح کردن و قبول این شکست رو کردن که بتونن این راه رو برای حرکات آیندهشون به هر حال فراهم بکنن و در قبال اون بازم بگن ما موفق بودیم. همونطور که خود شما اشاره کردید، واقع اینه که کادر رهبری سپاه پاسداران مبتکر این سازش و اینا قبل نشین در مقابل غرب به طور کلی و امریکا به طور مشخص شد. چون اگه توجه کرده باشید همین روزهای اخیر برای چندمین بار این خبر گزاری اسوسییتد پرس این خبر رو دوباره منتشر کرد. اینو قبلا هم منتشر کرده بودن، جدی گرفته نشد، که حتی قبل از سر کار آمدن دولت روحانی، یعنی 4-5 ماه قبل از سر کار آمدن کابینه روحانی، این مذاکرات پشت پرده برای بر سر مسئله همین برنامه‌های اتمی رژیم جمهوری اسلامی و حتی بر سر مسائل منطقه‌ای مانند بحران سوریه و اینها بین دیپلمات‌های دولت اوباما و رژیم جمهوری اسلامی در سطح بالای این مذاکرات رو در رو در جریان بوده. یعنی به وساطت سلطان قابوس در پایتخت عمان این مذاکرات پیش رفته و چندین بار این ملاقات صورت گرفته. این درست همون مقطع زمانی که در کشورهای مختلف از جمله ترکیه و قفقاز این مذاکرات پیش میرفت، در اصل در پشت پرده مذاکرات دیگه‌ای در جریان بود. همه شاهد اینو نشون میده. یعنی شما نشون میده اینها نشون میده که قبل از سر کار آمدن روحانی این مذاکرات در جریان بوده و به طور قطع این مذاکرات هم در سطح دیپلمات‌های سطح بالای جمهوری اسلامی در مذاکرات حضور داشتند که همشون جزو کارشناسان همین پروژه های اتمی رژیم بودند و این نمیتونه از چشم سپاه پاسداران مخفی بمونه. به طور قطع کادر رهبری سپاه پاسداران از این مذاکرات پشت پرده اطلاع داشته و در واقع همون مذاکرات هم بودن که زمینه به توافق رسیدن ژنو فراهم کردن. یعنی این توافقات اخیر بدون زمینه نبوده، ولی خب در اون مقطع دو طرف مذاکره کننده به توافق رسیدن که این مذاکرات پشت پرده بمونه، این مذاکرات رو علنی نکنن، ولی اخیراً خود امریکایی هم اعتراف کردن که این مذاکرات در جریان بوده و گویا همین هیئت مذاکره کننده امریکایی که قبلا هم رو در رو با نمایندگان جمهوری اسلامی در پایتخت عمان این گفتگوها را داشتن، در همین مذاکرات ژنو در پشت صحنه حضور داشتن. اینا نشون میده که سپاه پاسداران
خب کادر رهبری سپاه پاسداران ابتکار عمل این سازش رو در دست داشتن و اون هم تحت تأثیر همون واقعیتی که بهش اشاره کردیم. یعنی سپاه پاسداران هم به این رسیده بود که ادامه این وضعیت و پافشاری بر این پروژه های هسته‌ای اقتصاد ایران رو به طرف فروپاشی میره و کل به یک مخاطره جدی برای کل حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده و اینا. این که و حتی خود سر کار آمدن روحانی، خودش این نشون میداد که در واقع چون اون با شعار عادی سازی مناسبات با غرب و در واقع به میدان مبارزه انتخاباتی اومد در این دوره و اینا، خود این که سپاه پاسداران و ولی فقیه اجازه دادن که روحانی از صندوق‌ها بیرون بیاد و پیروز این انتخابات به اصطلاح انتخابات بشه، این نشون میداد که یک تجدید نظری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعداً خودش رو به این شیوه نشون داد. یعنی در واقع دولت روحانی مجری سیاستیه که قبلا سپاه پاسداران روش توافق داشته، ولی فقیه روش توافق داشته و فکر میکردن که بدون این سازش ممکنه جمهوری اسلامی با مخاطرات بزرگتری روبرو بشه. هرچند این سازش هم خوب مخاطرات خودش رو داره، ولی فکر میکردن اگه از این مسیر برن جمهوری اسلامی فرصت بیشتری رو برای مقابله با بحران‌هایی که ازش باش درگیر پیدا میکنه. بله. پیامد این توافق حاصل شده در سطح منطقه خاورمیانه که میدان دیگه ای از کشمکش‌های ایران و آمریکا بوده چه خواهد بود؟ چون بالاخره سالهای سال همونطور که شما در پاسخ پرسش نخست اشاره کردیم وضعیت منطقه‌ای و جایگاه رژیم اسلامی به طور مختصر بهش اشاره کردیم. اگه میشه لطف کنین در اینجا کاملترین وضعیت رو توضیح بدین. همونطور که دیدیم به هر حال وزیر امور خارجه رژیم در تفاسیر خود پیرامون این قرارداد اشاره مشخص به این کرده که در منطقه خاورمیانه کسی نباید نگران باشه، چرا که امنیت و تعامل در خاورمیانه از اولویت‌های ایران هم هست. ارزیابی شما از این گفته‌ها و از این موقعیت کنونی خاورمیانه و این توافق چی هستش؟ همانطور که خودتون در ابتدای صحبت اشاره کردید و این مذاکرات این شروع کاره. هرچند خب نشانه های خیلی بارزی از سازش جمهوری اسلامی و اینا خودشو نشون میده و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته و مسئله تشدید تحریم ها حداقل برای 6 ماه معلق مونده و اینها و بعضی امتیازات زیادی را هم جمهوری اسلامی در این زمینه داده به امریکا و دولت‌های غربی و اینا، ولی در حال این شروع کاره و ما بارها گفتیم و حالا تاکید میکنیم که در واقع این تاکید غرب و به ویژه امریکا بر محدود کردن برنامه‌های جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای این محملیه برای پیشبرد کل سیاست‌های منطقه امریکا. یعنی اینو به محمل فشار بر جمهوری اسلامی تبدیل کردن، ولی در اصل اینا میخوان کلا خودشونو در منطقه خاورمیانه از شر اون سرکشی ها و ماجراجویی های رژیم جمهوری اسلامی برای همیشه بیان نجات بدن. بنابراین این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد تا جمهوری اسلامی را وادار کنند که در کانونهای بحرانی مثلا عراق همه میدونیم که در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته و اینا. همه میدونیم که یک پای این بحرانی که اکنون در عراق وجود داره رژیم جمهوری اسلامیه. رژیم جمهوری اسلامیه که داره جریانات شیعه و نمیدونم بعضی از جریانات میلیشیا داره به هر لحاظ داره تقویت میکنه، ازشون حمایت میکنه و زمینه این جنگ داخلی را اومده در عراق فراهم آورده. در سوریه ما شاهدیم که جمهوری اسلامی داره یک جنگ نیابتی را با عربستان سعودی داره پیش میبره. یعنی رسما بخشی از سپاه پاسداران تحت نام سپاه قدس داره در جبهه نیروهای بشار اسد می جنگن علیه نیروهای اپوزیسیون، نیروهایی که وابسته به عربستان اینها هستن. اینها همه کانونهایی هستند که خب هم
دولت‌های منطقه درش درگیر هستند، هم امریکا و کشورهای اروپایی به نوعی، دولت‌های اروپایی به نوعی درگیر این بحران هستند و به طور قطع در ادامه این مذاکرات و گفتگوها این فشارها ادامه خواهد داشت تا جمهوری اسلامی را در این کانون‌های بحران هم وادار به عقب نشینی کنند و در کل نظم منطقه‌ای که امریکا مورد نظر داره میخوان جمهوری اسلامی به موقعیت ضعیفتری قناعت کنه در این و نشانه‌هایی هم پیداست که جمهوری اسلامی هم خودش رو برای این سازش‌ها هم آماده کرده. همین که مثلا یک هفته پیش همراه با وزیر خارجه ترکیه دارن از هر دو طرف منازعه در سوریه میخوان که آتش بس کنن و زمینه را برای مذاکرات ژنو 2 آماده کنن، برای توافق آماده کنن. این نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد، یعنی از طریقی به این وضعیت که تو سوریه در سوریه وجود داره بیان خاتمه بدن. یا میدونیم که یکی از کانون‌های بحران دیگه هم مسئله لبنانه. به طور قطع جمهوری اسلامی تلاش میکنه، یعنی همانطور که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اون محور مقاومتی که ازش اسم میبره سوریه و ایران و لبنان خب میخواد هر جوری شده حتی اگه به قیمت تجزیه سوریه هم باشه اینا حفظ کنه. به طور قطع امریکا و کل دولت‌های منطقه‌ای میخوان این محور به اون صورت باقی نمانه و موقعیت جمهوری اسلامی را تضعیف کنند. بنابراین تا جایی که به دولت‌های منطقه برمیگرده اونها به این توافقات اخیر راستش زیاد خوشبین نیستن و این نگرانی اونها را رفع نکرده، مگر اینکه پروسه ادامه داشته باشه که در کل منطقه یه موقعیت ضعیفتری را به جمهوری اسلامی تحمیل کنن که دیگه با خاطره برای کشورهای همسایش نباشه. از این نظر که میبینیم کلا دولت‌های حاکم در کشورهای خلیج، عربستان سعودی، امریکا، کلا ترکیه و اینا همه با احتیاط به توافقات اخیر نگاه کردن اینا. ولی خب باید ببینیم که ادامه این مذاکرات به کجا می انجامه. به طور قطع به توافقات اخیر محدود نمیمونه و این اولین گامه در این جهت که جمهوری اسلامی از این کانون‌های بحران عقب بکشه و تن بده به سیاست‌هایی که تا حدودی با استراتژی امریکا در این منطقه انطباق داره. رفیق سلام، رسیدن به این توافق هرچند موقته و ممکنه که به هر حال همونطور که شما گفتین در دراز مدت باید چشم به راه این بود که ببینیم نتایجش به کجا میشه، ولی موجب این شده که بعضا توهماتی در بین اپوزیسیون بورژوایی و یا حتی بخشی از مردم عادی هم به هر حال به وجود بیاد. برای مثال حتی قبل از این توافقات ما دیدیم که چراغ سبزی از سوی جریانات ناسیونالیست کرد برای در عین مذاکراتی که امکان داشت صورت بگیره به رژیم داده شد و حتی مبحث مذاکره هم پیش اومد. نظر شما در رابطه با توهمات احتمالی در میان اپوزیسیون بورژوازی، البته احتمالی نمونده، به هر حال یک بخشش حتی علنی شده، در این رابطه چیه و وظیفه جریان رادیکال و کارگری در افشای این توهمات چه خواهد بود، هم در قبال اپوزیسیون هم در قبال به هر حال مردم و کسانی که شما گفتید 70 میلیون جمعیت ایران؟ بالاخره وظیفه جریان رادیکال چی هست در این شرایط؟ می‌دونید اگه یادت باشه، یعنی همون مقطعی که این تحریم ها شدت پیدا کرد و تهدیدها کلا دولت های غربی و ویژه امریکا علیه جمهوری اسلامی شدت پیدا کرد، ما شاهد این بودیم که کل اپوزیسیون بورژوایی ایران از سلطنت طلب گرفته تا طیف اون جریانت بورژوازی طرفدار غرب تا کلا جریانت ناسیونالیست در کردستان و بخش‌های مختلف این اپوزیسیون یک تحرک تازه‌ای پیدا کردن و اینها اومدن چند همایش تحت نام تلاش برای دموکراسی، اتحاد برای دموکراسی در ایران تشکیل دادن. در سوئد استکهلم این کارو کردن، در واشنگتن، در پراگ همایش‌هایی را بران انداختند و خیلی امیدوار بودند که تحت تاثیر تشدید این تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهایی که امریکا و اینها به راه انداختن، رژیم جمهوری اسلامی
در موقعیتی قرار بگیره که شرایط برای نقل و انتقال قدرت در ایران فراهم بشه و خیلی سریع ما دیدیم اینها به بعضی ائتلاف و همکاری های گسترده در بین خودشون تن دادن در این دوره و حالا دقیقاً عکس این داره اتفاق میفته. یعنی علیرغم این یک دوره تشدید تحریم ها و تهدیدهای جنگی و اینا که در این دوره صورت گرفت و اینا، حالا میبینیم دو طرف تحت شرایطی که توضیح دادیم دارن به توافق و به سازش دارن نزدیک میشن و این دقیقاً خیلی از این جریانات اپوزیسیون بورژوای ایرانو که در یک دوره برای نقل و انتقال قدرت در ایران به دخالت خارجی، به دخالت امریکا، به دخالت قدرت‌های غربی امید بسته بودن، حالا اینها دارن به یه نوعی با یأس و نومیدی روبرو میشن، چون جریانی که در واقع به اعتراض توده مردم متکی نیست، به نیروی اعتراض توده مردم در واقع اعتقادی نداره و حتی اونو خطری میبینه برای آینده و برای سرنوشت سیاسی خودش، خیلی طبیعیه اکنون که این توافقات صورت میگیره خب این روحیه خودشونو بیان از دست بدن. از این نظره که ما شاهد اینیم که اینها دوباره دارن به تغییر و تحولات درون خود رژیم امید میبندن. دوباره مثلا میخوان یه جوری وانمود کنن، میان امید میبندن به همین دولت به اصطلاح اعتدال روحانی، میان مثلا میخوان مردم رو در انتظار این بذارن که این سیاست اعتدال در زمینه روابط و مناسبات بین المللی نکاسش در داخل این خواهد بود که دولت روحانی با اعتدال به مردم برخورد میکنه، با اعتدال عکس العمل نشون میده در مقابل اعتراضات مردم و به یه نوع میخوان مردم رو در حال انتظار باقی بذارن و تا بچه دولت روحانی یه کاری براشون بکنه. یعنی همون کاری که اصلاح طلبان حکومتی به یه نوعی میکنن و مردم رو تشویق میکنن، میگن تغییرات اقتصادی، بهبود در وضعیت اقتصادی در یکی دو ماه و چند ماه انجام نمیگیره و باید منتظر باشید. اون هم دارن همین کارو میکنن. تمام بحث بر سر اینه که ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته، نباید مردم رو در انتظار وعده های توخالی دولت روحانی بیاییم باقی بگذاریم. باید مردم رو از همین حالا بهشون گفت این سیاست اعتدال یا عقب نشینی در مقابل دولت امریکا این به این معنا نیست که در مقابل خواست مردم هم عقب نشینه. مثلا در همین دوره اینو نشون داده، در این دوره اینو نشون داده که اتفاقا به هر درجه که اونها در مقابل قدرت‌های غربی نرمش نشون دادن، در مقابله با مردم با سرسختی بیشتری ظاهر شدن، در مقابله با مردم اومدن سرکوب و تشدید کردن. مثلا در همین دوره تا اکنون در همین دوره روحانی بیش از 600 نفر اعدام شدن. بعداً نمیدونم با اون برا انداختن گشت ارشاد و اینا زنان بیشتر از گذشته اومدن تحت فشار قرار دادن. در این دوره کلاً فضای جامعه بیشتر امنیتی شده در مقایسه با گذشته و اینا. در این دوره نشون دادن که هیچ فشاری رو بر فعالین کارگری یا فعالین جنبش‌های مدنی و اینا کمتر نکردن، بلکه این اعتراضات بیشتر هم شده و اینا. بنابراین تحت این شرایط به هیچ وجه نباید بذاریم که نیروهای اپوزیسیون بورژوای ایران، حالا از هر بخشش که باشه، مردم رو متوهم کنن به وعده های خاتمی و روحانی و باعث بشن که یک افتی رو به مبارزات مردم و اینها بیان تحمیل کنن. خوشبختانه ما در این دوره که روحانی بوده، در مقایسه با گذشته هم شاهد یک تا درجه رشد اعتراضات کارگری بودیم. یعنی اونها نشون دادن که منتظر این وعده ها نمیمونن، به مبارزات خودشون برای رسیدن به مطالباتشون ادامه خواهند داد و ما باید همین جهت و تبلیغات ما بیاد تقویت کنه و اینا. نه اینکه مثلا بیایم بذاریم این نیروهای
این بخش از نیروهای اپوزیسیون بیان مردم رو در انتظار اینکه این بازتاب سیاست به اصطلاح اعتدال دولت روحانی در ایران چه خواهد شد، بیان اینا مردم رو در حالت انتظار نگه دارن. بله. من سوال آخرین برنامه رو خدمتتون به هر حال عرض می‌کنم، هرچند شاید این سوالم یکی دو بخش مختلف رو در بر داشته باشه، ولی می‌خوام که شما لطف کنیم و به طور کلی بهش پاسخ بدیم. می‌دونیم که رسیدن به این توافق همونطور که شما گفتین سرآغاز و سرفصلی برای عقب نشینی و شکست‌های بزرگتر رژیم. خیلی طبیعیه که اگه یک گام به عقب نشسته، باید گام‌های بعدی رو هم در مقابل هم دولت‌های غربی به هر حال عقب نشینی می‌کنه، هم در مقابل خواست و مطالبات درونی جامعه هم، چون همونطور که گفتین اعتراضات کماکان ادامه داره. شما فکر می‌کنید که پیامدهای این توافق برای مردم عادی در جامعه ایران چه خواهد بود؟ به هر حال 70 اندی میلیون جمعیت و همونطور شما اشاره کردین صدها میلیارد دلار تحمیل فشارهای اقتصادی برای مردم چه دستاوردی رو خواهد داشت، چه تأثیری بر زندگی اونا میذاره و رابطه مردم معترض و خود رژیم که رژیمی که شما گفتین که مرتب داره به دامنه سرکوب‌ها حتی اضافه تر میکنه به چه شکلی خواهد بود و چطوری تحت تاثیر قرار میده. و لطف کنید در آخر اشاره کنید که وظیفه و اون باری که بر دوش فعالین کارگری در درون جامعه خواهد بود چه چیزایی هستن؟ میدونی همانطور که گفتیم این توافقات یک شکست برای جمهوری اسلامی به حساب میاد. واقعا این که مردم باید اینو یک پیروزی برای خودشون به حساب بیارن، چون گفتیم این توافقات در شرایط ایران به این توافقات تن داد که اقتصاد ایران در معرض فروپاشی قرار گرفته بود و تحت تاثیر فقر و فلاکتی که به مردم تحمیل شده بود، رژیم واقعا خودش رو در خطر یک خیزش توده‌ای و یک طغیان عمومی در ایران زیر خطر این میدید که نهایتاً اومد به این تن داد. به این اعتبار مردم باید این سازشی که جمهوری اسلامی بهش تن داده و اینو محصول مبارزه خودشون بدونن، محصول ترس و وحشتی که به جان سران رژیم انداختن بدونن و به طور قطع باید از این وضعیتی که پیش اومده بیان خب روحیه بگیرن و فکر کنن که بنابراین این رژیم علیرغم اینکه هنوز قدرت سرکوب خودش رو حفظ کرده، علیرغم قدر قدرتی که رو به مردم نشون میده، ولی این رژیم هم میشه به عقب نشون و میشه خواستا و مطالبات خودشون رو به این رژیم تحمیل کنن. خیلی خیلی روشنه، یعنی هر درجه از عقب نشینی که رژیم جمهوری اسلامی میکنه یا این توافقات که منجر به این بشه مثلا بار تحریم ها کاسته بشه، خب این مردم از این نفع میبرن. مردم مخالف تحریم بودن، بخش زیادی از این عواقب تحریم ها اینا فشارش میافتاد به دوش مردم، یعنی مردم در زندگی روزانهشون بار تحریم های اقتصادی رو در واقع احساس میکردن. مثلا همین حالات که در اثر این تحریم ها مردم با کمبود دارو یا کمبود بسیاری از نیازمندی های روزانهشون روبرو هستن، خب به هر درجه که اینها کاهش پیدا کنه مردم ایران در موقعیت بهتری برای مبارزه قرار میگیرن، در موقعیت بهتری قرار میگیرن که خواسته و مطالبات دیگرشون رو تعقیب کنن و اینا. بنابراین به طور قطع این توافقات و برداشتن این فشارها به نفع مبارزه مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی. مثلا همین که مردم ایران تحت فشار و تهدید نمیدونم جنگ و میلیتاریسم امریکا اینا خارج بشن، خب این یک دستاوردیه برای مردم. همین که مردم مثلا زیر سایه این جنگ خارج بشن، خب باید خوشحال بشن. همین که مثلا دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه به بهانه مقابله با دشمن خارجی بیاد فضای جامعه را امنیتی کنه، هر روز مانور نظامی سازمان بده، بعدن یه نوعی فضای نظامی رو بر جامعه حاکم کنه، خب اینا همه به نحوی دستاوردیه برای مردم و مردم رو در موقعیت بهتری قرار میده برای پیشبرد مبارزه‌ای که میکنن. یا همین که مثلا شما حساب کن این فاجعه چرنوبیل، اگه این تو در بوشهر مثلا اتفاق میاد، خب این یک فاجعه‌ایه. این که مثلا حتی فکر کردن به این یک وحشت رو ایجاد میکنه. این که مثلا
جمهوری اسلامی در این زمینه با محدودیت برو میشه و مجبور میشه مثلا فعالیتاشو در این زمینه محدود کنه، خب اینها همه دستاوردیه برای مردم و مردم رو در موقعیت بهتری قرار میده برای مبارزه و اینا. و کلا علیرغم هر ادعایی که رژیم بکنه، بگه این یک پیروزیه، بگه این یک پیروزی و اینا، مردم اینو به معنی شکست به حساب میارن. و خود جمهوری اسلامی اینو میدونه، خود جمهوری اسلامی اینو میدونه. اگه اینطور نبود خب چرا؟ اگه از عوارض این شکست و این مذاکرات در واقع نگران نبود، چرا میاد فضای سرکوب در جامعه تشدید میکنه اینا؟ چرا میاد فضا رو امنیتی تر میکنه؟ چرا مثلا تلاش میکنه خوف و وحشت رو مثلا تو جامعه بیاندازه؟ چون از عواقب سازشی که کرده میدونه قدر قدرتیش نزد مردم منطقه، نزد مردم ایران فرو میریزه و مردم به لحاظ روانی، به لحاظ روحی در موقعیت مناسب تری برای تحقیق مطالبات خودشون قرار میگیرن اینا. یا مثلا همین که مثلا جمهوری اسلامی تن میده به شرایطی که در حال این تحریم ها رو صنایع خودروسازی محدود بشه، صنایعی که صدها هزار نفر کارگر در اون کار میکنن، خب اینا همه نتایج مثبتی داره برای طبقه. یا همین که مثلا به درجه از این ابعاد تحریم ها مثلا کاسته بشه و اینا، خب روشنه که نتایجش مثبته. در کل میخوام بگم که نتایج این توافقات و اینا، مردم ایران، طبقه کارگر باید اینو محصول مبارزاتی چه کردن، اینو محصول ترس و وحشتی که به جان رژیم انداختن، رژیم از ترس طغیان اونها بود که به این سازش تن داد و اینا باید دستاورد مبارزه خودشون بدونن و اینو در بکنن یک امکانی برای گسترش مبارزات خودشون. تازه که به فعالین کارگری یا فعالین جنبش‌های اجتماعی برمیگرده، خیلی مهمه که یک تصویر، یک تحلیل، یک ارزیابی واقع بینانه از این داشته باشن. یعنی اونها واقعا باید این سازش جمهوری اسلامی، این عقب نشینی جمهوری اسلامی، این شکست جمهوری اسلامی رو مانند مقطع دیگری نگاه کنن که در این مقطع داره بازم توازن کار به نفع جبهه اعتراضات مردم داره تغییر میکنه. چطور مثلا در مقطع انتخاب سال 1376 مقطعی که خاتمی مثلا انتخاب شده، اینا درست مردم از نیروشون به نحو احسن استفاده نکردن. اگه در واقع اون انتخابات رو بایکوت میکردن، نمیرفتن پای صندوق‌ها، بهترم حتی توازن کار به نفع خودشون تغییر میدادن. ولی همین که رفتن پای صندوق‌ها به خاتمی روی دادن و نذاشتن کاندید مورد نظر جناح حاکم از صندوق‌ها بیرون بیاد، این به نوعی نیروی خودشون نشون دادن مردم. یا مثلا مقطع اعتراضات سال 88 که مردم در ابعاد میلیونی در شهرهای بزرگ ایران وارد میدان اعتراض شدن و کلیت رژیم جمهوری اسلامی را به زیر سوال بودن، این مقطع دیگری بود در تغییر توازن کار به نفع جبهه مردم. یا مقاطع دیگری که کارگران با مبارزات روزمره خودشون، اعتصاباتی که کردن، دستاوردهایی که به رژیم و به طبقه سرمایه‌دار در ایران تحمیل کردن، یا مثلا دستاوردهایی که زنان با مبارزه روزمره خودشون در زمینه حقوق زنان به این رژیم تحمیل کردن، یا مقاطعی مانند اعتصابات عمومی در کردستان، اینا همه مقاطعی بودن که نشون میده که مردم با مبارزه خودشون توازن کار به نفع جبهه اعتراض و مبارزه علیه این رژیم تغییر دادن. و فعالین کارگری خیلی مهمه که این مقطع هم به نوعی یکی از مقاطعی که داره توازن کار به نفع مردم بازم بهتر میشه، اینو به حساب بیارن و بدونن که درسته رژیم جمهوری اسلامی ظرفیت سرکوب خودش رو حفظ کرده، ولی این فشارهایی که آورده، این امنیتی کردن فضای جامعه، این تشدید سرکوب‌ها به طور قطع نمیتونه دوام داشته باشه، شکننده است، موقتیه و زمینه برای گسترش اعتراضات فراهمه. و همین دوره هم جنبش کارگری اینو نشون داده، گسترش اعتراضات به اعتصاب کارگری اینو به ما نشون داده. بر بستر این فقر و فلاکتی که اکنون وجود داره به طور قطع هر چندم این توافقات
یه مقدار از بار تحریما ولی تغییر و تحولی در وضعیت زندگی مردم ایجاد نمیشه. هر تحولی فقط میتونه نتیجه اعتراض مبارزات خود مردم باشه و با توجه به زمینه‌هایی که وجود داره در این دوره امکان گسترش مبارزات کارگران حول مطالباتشون وجود داره و اینو باید فعالین کارگری تشخیص بدن. در این دوره باید اونها سعی کنن به این مبارزات دامن بزنن، مبارزات کارگری حول مطالباتشون. باید سعی کنن این مبارزات رو به هم مرتبط کنن، باید سعی کنن این مبارزات رو سراسری کنن حول خواستایی که خواست همه طبقه کارگر ایرانه و بتونن بر بستر رشد این اعتراضات کارگری، بر بستر گسترش این اعتصابات و مبارزات کارگری تشکل‌های کارگری رو ایجاد کنن. یعنی اگه طبقه کارگر نتونه در این دوره که داره اعتراض میکنه، داره اعتراضاتش گسترش پیدا میکنه، نتونه تشکل‌های توده‌ای و طبقاتی خودش رو به وجود بیاره، نمیتونه در تحولات آتی آنطور که باید مهر خودش رو به این تغییر و تحولات بکوبه. بنابراین مسئله دامن زدن به اعتراضات حول مطالبات کارگران و تلاش برای سازماندهی طبقه کارگر در این دوره کماکان از اولویت‌های فعالین جنبش کارگری ایرانه و باید بارها اینو یادآوری کرد که هر بهبودی در وضعیت زندگی کارگران فقط میتونه نتیجه مبارزه اونها باشه، چون این توافقات حتی اگه به نتیجه نهایی برسه تا جایی که به دولت روحانی برمیگرده میخواد اینو زمینه پیشبرد سیاست‌های نیولیبرالی کنه که در دوره رفسنجانی پیش میرفت و این غیر از فقر و فلاکت بیشتر برای طبقه کارگر هیچ چیز دیگه به ارمغان نمیاره. بنابراین طبقه کارگر نباید منتظر هیچ بهبودی در وضعیت زندگی خودش تحت حاکمیت دولت روحانی بشه و باید مبارزه مستقیم خودش رو برای مطالباتش ادامه بده. خیلی ممنون رفیق صلاح از صحبتاتون و سپاس از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. منم از شما سپاسگزارم. متشکرم. عزیزان بیننده، آنچه در برنامه چشمانداز این هفته تقدیم شما شد نتایج و پیامدهای مذاکره اخیر رژیم ایران و دولت‌های 5 به علاوه یک خصوصا دولت آمریکا در ژنو بود. در این برنامه رفیق صلاح مازوجی دبیر کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران با ما حضور داشتند. امید است که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر موفق و سربلند باشید. خیلی ممنون.